بسیار از دهقان‌ها فکر می‌کنند هر قدر بوته بادرنگ شاخ و برگ بیشتر داشته باشد حاصلش هم بیشتر می‌شود، اما حقیقت این است که اگر بوته بادرنگ به موقع شاخه‌بری و هرس نشود، گل‌ها می‌ریزد، هوا داخل بوته نمی‌رسد، بیماری زیاد می‌شود و حاصل هم کم می‌گردد. شاخه‌بری و هرس بوته بادرنگ به این معنی است که تمام برگ‌های اضافی که در تصویر می‌بینید اینا باید حذف شوند. همینطور شاخه‌های فرعی که می‌بینید اینا هم باید حذف شوند. بادرنگ‌هایی که در اینجا به اصطلاح شوشه کرده اینا هم باید حذف شوند تا تمام انرژی مصرف همه بوته اصلی ما شود که بره بالا و در نتیجه حاصلات زیادتری به ما شما بده. اگر این کار صورت نگیره، تمام انرژی ریشه و به اصطلاح همین بوته بادرنگ تقسیم و تجزیه به شاخ و برگ‌های اضافی و بادرنگ‌های اضافی میشه و باعث از این میشه که بوته بادرنگ بالا نره، پخش بمونه و حاصلات زیادتر به ما شما نده. یعنی به عبارت دیگر شاخه‌بری و هرس حتمی و ضروری است و اگر در حقیقت که تصمیم یا توقع حاصل زیاد گرفتن از بوته‌های بادرنگ خود داره، باید و حتما شاخه‌بری و هرس بوته بادرنگ خود انجام بده. شاخه‌بری یا هرس بوته بادرنگ بهترین وقت شمیال است که بوته ما جوان است و همین خاطر به راحتی میشه این شاخ و برگ‌های اضافی کنده و انداخته شود. اگر دیر هرس شود، اگر بمانیم که بوته ما کلان شود، در واقع تمام انرژی و زور از این مصرف همین شاخ و برگ‌های اضافی میشه و در نتیجه حاصلات خوب به ما شما نمیده. و مناسب ترین زمان هرس اول صبح هست و عصرها یا پیشین، نه در آفتاب گرم. شاخه‌بری رو میتونیم که همراه قیچی تمیز یا پاک و همینطور دست‌های خود انجام بدیم. البته ما برای شما حالا نشان میدم که کدام شاخه و برگ‌ها باید زده شود. دفعه اول اجازه داریم از 4 تا 6 برگ و شاخه ها را حذف کنیم. همه از این اگر بخوایم حذف کنیم یک اشتباهی کلان در شاخه‌بری به حساب میره. حالا هم هوا جریان پیدا میکنه و هم باعث میشه که انرژی تمام بوته مصرف بالا رفتن شود که قطعا نتیجه خوب برای ما شما میده. و البته یک موضوع متوجه باشین که این قیچی شما کاملا این شاخه ها یا برگ های اضافی را از بیخ نزنه که باعث زخم شدن تنه اصلی میشه. یک اشتباه کلان در شاخه‌بری و هرس به حساب میره. و دیگه اشتباه کلان دیگه است که تمام این برگ ها را نباید هرس کنیم به یک بارگی، که اگر این کار بکنیم یا انجام بدیم باعث از این میشه که بوته ما شوک ببینه و در نتیجه همون قسم ضعیف بمونه و رشد خوب نداشته باشه.